مطمئنم نمیدونستین که پاییز یکی از بهترین فصل‌ها برای سفر به کشور تونس هست. کشور تونس یکی از اصیل‌ترین کشورهای شمال آفریقا هست. شما با سفر به این کشور میتونید از مناطق بسیار دیدنی و تاریخی و البته طبیعی الجم، سوسه، دوگا، بولارجیا، سیدی بوسعید و شهرهای تونس و حماما دیدن کنید. یکی از دلایلی که سفر به کشور تونس رو آسان و سهل میکنه برداشتن ویزاشه. خب تا چند ماه پیش تونس ویزای بسیار سختی داشت و اخذ اون تقریبا بین 24 تا 25 روز طول میکشید. ولی در حال حاضر به دلیل روابطی که ایجاد شده ویزاشو برداشتن و سفر به این کشور بسیار سهل و آسان شده. شما علاوه بر اماکن تاریخی که در شهر تونس میتونید از اون دیدن و بازدید بکنید، همزمان میتونید در شهر حمامات از سواحل دریای مدیترانه این بار از زاویه دیگر لذت ببرید. امیدوارم که در این سفر همراه ما باشید.